اگه پول کافی واسه خریدن نقدی چیزی نداری، یعنی توانایی خریدش رو نداری. بایستی در حد درآمدت زندگی کنی. چون میتونی اقساط ماهیانه چیزی رو بدی، به این معنی نیست که توان خرید اون وسیله رو داری آینده تو در قبالش گرو میذاری. به قول ماکس وبر که میگه اون چیزی که غرب رو ساخت پول نبود، نظم، قناعت و اخلاق کاری بود. آدما خرج نمی‌کردن تا دیده بشن، کار می‌کردن تا رشد کنن. در هر صورت بدهی طوق بندگیه. با هر قسط داری یه تیکه از آزادیت رو میدی به فنا. اگه میخوای واقعا ثروتمند بشی، اول یاد بگیر در حد درآمدت زندگی بکنی. ثروت از حساب بانکی شروع نمی شود، از انضباط ذهنی شروع میشه. کپشن رو بخون. این کتابم واسط گذاشتم، کامل بخون. هوشمند و شرافتمند باشیم.